حالت چطوره؟ خیلی پستی. هر چقدر که میخوای فوش بده. راحت که شدی بگو تا من حرفامو بزنم. میخوای با من چی کار کنی؟ منتظر میمونی. وقتی بابات پولا رو بهمون داد آزادت میکنیم. افشین تو چرا این کارو کردی؟ تو صمیمی‌ترین دوست نامزد من بودی. اون لیاقت تو رو نداشت احمق. تو هیچ وقت از نگام هیچ چی نفهمیدی؟ آی که چقدر باهات حرف دارم شیدا. خیلی خوب، میخوام بگم بیان دستاتو باز کنن، ولی باید قول بدی هیچ کار احمقانه ای ازت سر نزنه. اوکی؟ لطف میکنید قربان. عجاتو تکو نخورید. کیف پول دست کیه؟ بزن زمین. خیلی خوب بابا. پدر دختر بیا جلو. کیف بعدا بیا جلو. شما بیا جلو. تکو بخور. زود باش. آقا رو چیکار داری نامرد؟ آقا خودت که تای خطی نامرد. آقا کیف بردار. زود باش. خیلی نامردی خیلی. خودت جد و آبادت نامرده تیمور. اسلحه رو بده من. بده من. حالا شد. واکن دستشو. بابامو چیکار کردی؟ چه بلایی سرش آوردی؟ هیچی بابا. 10 دقیقه دیگه به هوش میاد برمیگرده خونه. بریم. حرفی دهنت بند نمیشه. بیا بری. نمیام من. بهت میگم بیا بری. آقا محمود آخه همش یه چیزی میگی. آقا دستم کردی آخه. بیا یا نمیای. من بدبخت شدم اینجا. به درک که نمیای. پور پدر هرچی سهم و پوره. آقا محمود.